بچه برای اضافه کردن یه دکمه قرار بدین رو فرمتون با نام add، با تکست add، نه با نام add، با تکست add یا در واقع add student فرق نمیکنه. از منوی پراجکت add ویندوز فرم رو انتخاب کنید و نامش رو تایپ کنین فرم add. یه لیبل برای آیدی، یکی برای نیم، یکی برای فامیلی، یکی برای نمره. 4 تا هم تکست باکس، آیدی، بعدیش نیم، نمره، به تعداد فیلدامون نمره و فامیلی. 2 تا دکمه میخوایم سیو و کنسل. شروع میکنم به چیدن. لیبل 1، لیبل 2، لیبل 3، تکست باکس اول قرار میدم، تکست باکس دوم، خب لیبل رو انتخاب میکنم. از قسمت پروپرتیز خاصیتش رو میذارم نیم، لیبل 2 رو میذارم فامیلی، لیبل 3 باشه. ببخشید اولیش نیم نیست، آیدی اشتباه نوشتم بچه. 4 میشم که میشه مارک. فرق نمیکنه، بذار اینجوری باشه، چه تفاوتی میکنه. باتن 1 سیو، باتن 2 اگزیت. کنسل، کنسل. به ترتیب اولیش رو میذاریم تکست نیم، تکست فامیلی، تکست آیدی و تکست مارک. btn سیو، btn کنسل. آماده این همه؟ به قولشون مثل لیبل میمونه. بچه دقت کنیم. بعد از اینکه این کار انجام دادیم دکمه سیو رو دابل کلیک میکنیم، شروع میکنیم به کد نویسی. خب وایسین دوباره باید یوزینگ بکنیم. اون بالا using system.data.sql client. همون data.sql client. بچه بهتون اجازه میدیم که این قسمت رو کپی پیست کنیم بیاریم. این قسمت رو از صفحه قبل، از کجا تا کجا بچه ها ببینید؟ از کجا تا کجا؟ از SQL connection تا آخر SQL command، یعنی CMD و بعدش هم connection و بعدش هم SQL command. اینجا رو میخوایم کد نویسی بکنیم. چی؟ system.data.sql client. این کار انجام میدیم. میام خط قبل از کامند تکست، یه رشته تعریف میکنم. میگم string
استرینگ SQL برابر است با insert کن در جدول student. اونایی که تیبل 2 حواسشون باشه SID و SName و SFamily و SMark. خط بعدی SQL پلاس مساوی با values. چند تا و میخوام؟ 1 2 3 تا. 1 2 3 تا. اولیش از نوع عددی نیم کت نمیخواد، فقط عدد 0. دومی عدد 1، عدد 2 و عدد 3. میدونیم چون داریم رشته میسازیم دیگه، ماهیت عددی که نمیخوایم به سرور ارسال کنیم، میخوایم یه رشته بفرستیم. حالا مهم نیست. دقیقاً نیم کوتیشن که میفرستیم میکنیم. بگین آیه اونه که عددیان نباید داشته باشه، اونه که حروفیان باید ابتدای انتهاشون مشخص بشه. نه دکمه سیوه. بریم خونم بچه. توی فرم 1 رویداد دکمه اد می نویسم فرم اد FA برابر است با نیو فرم اد FA دات شو دیالوگ. حالا اجرا میکنه، میگم شو دیتا، میگه اینا، میگم اد کن شخصی با نام مثلا مهرداد کیانیان، کد مثلا 2262، نمرش هم که 20. اینم سیو، اینم شو. چیه؟ خب ببینید اشکالتون از کجاست. نوشته بخونین چی نوشته. اس فامیلی رو میگه نمیشناسن، اشتباه نوشته اس فامیلی رو، یا